سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خوش اومدید. امروز من قصد دارم یکی از خورش‌های بسیار اصیل و خوشمزه ایرانی رو آموزش بدم، منتها به سبک تبریزی. بزنیم بریم سراغ مواد اولیه. گوشت گوسفندی 300 الی 400 گرم، لوبیا چیتی 250 گرم، تره 250 گرم و جعفری 250 گرم، پیاز 1 عدد، لیمو عمانی 5 عدد، رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری و گوجه فرنگی 3 تا 4 عدد، کره به مقدار لازم، زعفران دم کرده به مقدار لازم، نمک و فلفل سیاه و آب لیمو به مقدار لازم. خب حالا میریم سراغ تهیه قرمه سبزیمون. 250 گرم لوبیا چیتی داشتیم. آب میریزیم و میذاریم که بپزه. آب ولرم استفاده میکنیم و در قابلمه رو هم به صورت تقریبا نیمه باز میذاریم تا کاملا پخته بشه. حدود 2 ساعت طول میکشه که لوبیا چیتی ها بپزه. البته بنا به جنس لوبیا چیتی فرق میکنه زمان پختش. در این اثنا اگه آب نیاز داشت ما آب جوش بهش اضافه میکنیم. حالا میریم سراغ تهیه گوشتامون. توی زودپز من روغن ریختم. البته من از کره استفاده کردم و یه دونه پیاز داشتیم که اونم نگینی خورد کردم و داخل زودپزم ریختم و تفتش میدم و همطور که میبینید اجازه میدم یک مقداری این طلایی رنگ بشه. حدوداً 5 الی 10 دقیقه طول میکشه که خامی پیازها گرفته بشه. من اینو تفتش میدم و بعد از اون 10 دقیقه گوشتامو بهش اضافه میکنم. گوشتا رو هم همراه پیاز تفتشون میدم و اجازه میدم که رنگ گوشتا تغییر پیدا بکنه. حدود 10 الی 15 دقیقه هم گوشتا رو همراه با پیاز تفتشون میدم. تفت دادن گوشت‌ها توی این مرحله همراه پیاز خیلی کمک میکنه تا بوی زخم گوشت‌ها از بین بره و طعم ایدئالی داشته باشه. در نهایت خورشت قرمه سبزیمون. پس حتما این کار رو انجام بدید. حالا ما بعد از اینکه گوشتامون به اندازه کافی تفت خوردن آب بهشون اضافه میکنیم و من داخل زودپز حدود 1 ساعت طول میکشه که گوشتام پخته بشه. شما میتونید داخل قابلمه هم حتی اونها رو بذارین که بپزه. حدودا 6 ساعت طول میکشه. خب تو این اثنا ما میریم سراغ خرد کردن سبزیامون. ما تره داشتیم حدود 250 گرم. اونها رو خرد میکنیم. همطور که تو تصویر میبینید من خیلی سعی میکنم ریز خردشون کنم و جعفری هم همینطور داشتیم، اونم 250 گرم بود. کل سبزی که ما توی این قرمه سبزی استفاده میکنیم نیم کیلو هستش حدودا. الان داخلشون من آب میریزم و میذارم تا گلولایش ازش جدا بشه و بعد آب کشش میکنم و داخل لوبیا چیتی ها میریزم. همطور که میبینید ما کل سبزی رو به لوبیا هامون اضافه میکنیم. برای 250 گرم لوبیا چیتی حدودا نیم کیلو سبزی لازمه و بعد نمکش رو بهش اضافه میکنیم. اگه هم دوست داشتید فلفل سیاه یه مقدار میتونید در این مرحله بهش بذارید. من یک مقداری کره بهش اضافه میکنم. اگه خواستین میتونین از روغن زیتون یا روغن مایه هم در این مرحله استفاده بکنید. من از کره استفاده کردم چون طعم بسیار عالی به قرمه سبزی میده. حالا میریم سراغ لیمو عمانیامون. 5 تا لیمو عمانی داشتیم. اونها رو داخل آب خیسشون میکنیم. همونطور که میبینید من یه جسم سنگینم روش میذارم تا کاملا گرگاب بشه. خب تو این اثنا من میرم سراغ تهیه لوبیا هایی که پخته بود بهش سبزی رو اضافه میکنم و میذارم روی شعله گاز تا کاملا بپزه. حدودا 15 الی 20 دقیقه زمان میبره تا سبزیاش کاملا پخته بشه. در این اثنا من میام سراغ تهیه رب این در واقع قرمه سبزیمون. من یه مقدار اونو با آب مخلوطش میکنم و بعد اضافه میکنم داخل لوبیاها.
همونطور که میبینید سبزی هام دیگه کاملا پخته شده و من روب رو بهش اضافه میکنم. حتما سعی کنید سبزی ها بپزه و بعد روب رو اضافه کنید، چون اضافه کردن روب موقعی که سبزی ها نپخته باعث میشه که اونا دیرپز بشن و اصلا نپزن. و در آخرین مرحله بهش زعفران اضافه میکنم تا طعم و عطر و رنگش همینطور حفظ بشه. لیمو عمانی رو هم آخر سر میریزم تا خورشتم رو تلخ نکنم. همینطور میریزم و همیش میزنم تا لیمو عمانی ها طعم و عطرشون رو به خورشتم بدن. اگه نخواستین از لیمو عمانی استفاده کنید، میتونید از آب لیمو استفاده کنید، منتها آخر سر بزنید تا تلخ نشه. خب الان همونطور که تو تصویر میبینید من گوشتم رو از داخل زودپز بیرون آوردم، همراه با آبش گذاشتم تا آبش کاملا کشیده بشه و طعم و عطر خوبی داشته باشه. همراه با گوجه فرنگی و پخته میشه و رب و زعفرون بهش اضافه کردم. الان بعد از اینکه آبش کشیده شد من به ترکیب لوبیام اونو اضافه میکنم و اجازه میدم حدود 15 الی 20 دقیقه با شعله خیلی آروم اینا با هم دیگه بپزن تا عطر و طعم همدیگه رو بگیرن. مخصوصا لیمو عمانی ها طعم فوق العاده ای به این خورش میده. توی این مرحله که نیاز بود میتونید زعفرون و روب باز به خورشتون اضافه کنید. یه نکته ای هم هستش برای اینکه خورشتتون خیلی شفاف و خوشاب و رنگ بشه، من یک مقداری از روغن جامد استفاده میکنم. همونطور که میبینید خیلی شفافیت خاصی به خورش میده. اجازه میدیم همینطور با شعله خیلی آروم بپزه. و بچه یه نکته خیلی مهم بگم، اون موقعی که ما میخواستیم لیمو عمانی ها رو به لوبیاهامون اضافه کنیم، اگه به جای لیمو عمانی از آب لیمو استفاده میکردیم، چون به هر حال خورشتمون قرار بود یه 20 دقیقه دیگه ای هم بپزه، یا در این موقع که ما گوشتمون رو گذاشته بودیم تنهایی با آبش بجوشه، اگه اون موقع اضافه میکردیم به شدت تلخش میکرد. پس اگه از آب لیمو استفاده میکنید سعی کنید 2-3 دقیقه انتهایی باشه. خب دوستای عزیزم، همینطور که ملاحظه میکنید خورشت کرم سبزمون آماده شده. بسیار بسیار خوشاب و رنگ و خوشمزه هستش این قرمه سبزی. خب میدونم این خورشتی که امروز تهیه کردیم با قرمه سبزی که تو قسمت‌های دیگه کشورمون تهیه میشه کاملا متفاوت هستش و کاملا هم دستور متفاوتی داره. ولی خب این قرمه سبزی هم بسیار بسیار خوشمزه و خوشاب و رنگه. دوستای عزیزم، امیدوارم که این مدل قرمه سبزی رو هم تهیه کنید، همراه خانوادتون میل بفرمایید و ازش لذت ببرید. عزیزان، اگه از این برنامه خوشتون اومد و پسندیدید لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت بکنید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.